سلام دوستای عزیزم، به کانال یوتیوب من خیلی 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 خوش اومدین. ممنونم که ویدیوها رو میبینید، لایک میکنید و کامنت میذارید و به هم انگیزه میدید. خیلی ممنونم از شما. اگه تا الان کانال رو ساب نکردید ممنون میشم که سابسکرایب کنید، به دوستاتون پیشنهاد بدید تا اونا هم بتونن از ویدیوهایی که داخل کانال آپلود میکنم استفاده کنن تا در کنار هم بتونیم انشاءالله این کانال رو پیش ببریم و شما از من حمایت کنید. خب دوستای عزیزم، در این جلسه قصد دارم قطعه زیبای لیلی رو بهتون آموزش بدم. قطعه زیبایی هستش، مخصوص هنرجوهای مبتدی. قطعه ساده ایه، هنرجوهای مبتدی میتونن به راحتی این رو بنوازن و یه انگیزه‌ای باشه براشون تا بتونن از نواختن لذت ببرن. همین قطعه کوچیک کوچیک رو مثلا حالا خودتون یا میتونید دانلود کنید یا همون از کتاب تار و ترانه پیش ببرید. خوبه، انگیزه میده به آدم وقتی مثلا یه قطعه ای رو میتونی بنوازی، انگیزه ای میشه که ادامه بدی. حالا این آهنگ لیلی درس 5 از کتاب تار و ترانه هستش. همین داخل کتاب تار و ترانه درس 5 میتونید به راحتی بنوازید و لذت ببرید. چیز خاصی نداره، مثل قطعه های قبل علامه تغییر دهنده سی بمول، لا کرون هستش و چنگ و سیاه نوت ها. همینجور که من دارم نگاه میکنم چیز خاصی نداره. حالا من سری اول براتون می نوازم و سری دوم همراه با نوتخوانی توضیحات لازم رو بهتون میدم. تا ادامه ویدیو ممنون میشم که همراه من باشید. خب قطعه 2-4 هستش، 1 و 2 و این بار نوتخوانی میکنم و توضیح میدم براتون. خب قطعه 2-4 هستش، 2 تا نوت سیاه در هر میزان، 1 و 2 و سل ره 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 دو ره ره دو سی دو، سی بمول که از این قسمت گفتم میگیرید، تکرار داره، سل ره 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 دو ره ره دو سی دو، سی دو ره سی لا، سی دو لا ره دو. لا هم که از این قسمت میگیرید، لا کرون، سی دو ره سی لا، سی دو لا، سی سل. بنوازید، لذت ببرید.